بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والتعليق للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. اینک ما در اصلی دویم هستیم، ما زلنا نحن في الاصل الثاني، در اصلی دویم هستیم که این اصل اختصارا بگویم درباره در دین جمع شدن الله تعالی امر فرموده است گفتیم و پراکندگی در دین رو چیکار کرد؟ منع کرد. فهمیدید؟ اکنون برای همین تلاش و کوشش کردن را الله تعالی چی گفت؟ عبادت گفت. فهمیدید؟ بعد از آن شیخ یعنی که شارح در پایان یک آیت ذکر کرد، فرمود که این دو آیت حتی این هذه امتکم امت واحده، هر این دین شما یک دین یکتاست و من پروردگار شما هستم، فاعبدون، من عبادت کنید گفت. هم خلاص. و در دیگر موضوع گفت که و ان ربکم فاتقونی، از من تقوا بکنید. شارح فرمود که مستفاد و مفاد هاتین الآیتین ما یلی، یعنی فایده‌ای که از این دو آیت گرفته شد از چنین عبارت میشه: یکم ان المعبود هو الله، معبود هو الله است، یعنی ذاتی که لایق عبادت است هو الله است. فلا تجوز العبادة لغیره، عبادت برای غیر الله جایز نمیشود. دوم و كذلك لابد ان تكون الامه واحده مجتمعه على هذا الهدف، و همچنین از این آیت بر یا که فایده بر گرفته می شود که امت باید که امت یکتا باشد، در اطراف این هدف باید جمع شود. در اطراف کدام هدف؟ هدفی اون که یعنی الله را تنها عبادت کرده شود. اما وقت ما امت یکتا میشه، این معنا نداره که همه دعوای اسلام بکنه دو، یکی شرک کنه، یکی قبر پرست باشه، دیگر مزار پرست باشه، دیگر کسی علی پرست و حسن پرست باشه، بعد یک صوفی باشه و کوفی باشه. بعد میگیم چی؟ ما مسلمان هستیم، کلمه ایمان شما یک میشه. هرگز یک نمیشه. فهمیده؟ هدف گوناگون باشه چه خیلی میشه. و هو وحدانیت المعبودی، مراد از این هدف من شما که باعث وحدت امت میشود این چیه؟ الله را در عبادت یکه و یگانه قرار دادن دانستن. و انه هو الله وحده لا شریک له، و الله یک و یگانه است که یگان شریک و انبازه نداره. و وحدت الامه بان تكون الامه واحده، وحدت امت میگه که همه دست سینه میزنن که باید امت وحدت شود. و وحدت از چی میشد؟ یعنی امت یک تا شود، امت آخذة من ربها عن نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأوامر والنواهي، یعنی امت اون حین وحدت می شود که آخذة من ربها، امت از پروردگارش باید که چی گیرد؟ بگیرد از طریق پیغامبرش. فهمیده؟ امت باید که از پروردگارش به واسطه پیغمبرش بگیرد. چرا؟ امر و نهی را. فهمیده؟ هیچ کس نمیتواند که از پروردگار به پیغمبر خودسرانه یا که مباشرتا چیکار کند. خیلی که صوفیا میگن شما دینتونه از مرده میگیرید، ما باشیم دین ما را از زنده میگیریم. چی معنی دارد؟ یعنی که شما پیغمبر از پیغمبر میگیرید، پیغمبر مرد میگه علیه الصلاه و السلام. اما خیلی ما باشیم چی؟ از الله، شیخای ما از الله راش میگیرن، بیگون جبریل و بیچی. فهمیدید؟ تتلقى عنه أوامره ونواهيه بواسطة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما جاء في القرآن والسنة فتعمل بها، یعنی امت از پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا که از الله سبحانه و تعالی امر و نهیش میگیره به واسطه رسولش صلی الله علیه و آله و سلم. مما جاء فی الكتاب و سنه، یعنی از چیزایی که در قرآن و سنت آمده است، فتعملوا بها، بعد به همون چیزها چیکار میکنن؟ بعد به همونها عمل میکنن. ولهذا أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الذي بينه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو شرع لكل الأنبياء والأمم. برای خاطر همین الله سبحانه و تعالی را خبر داده است که همان که وی را برای امت محمد صلی الله علیه و سلم بیان و روشنی انداخته است به شریعت تمام پیغمبران امت ها بود.
و علی رأسهم اولو العزم و شریعت همه پیغمبران و بر سر اونها پیغمبرانی با اولو العزم که یا چند تا 10 تا یا 11 تا 5 تا احسنت كما قال عز من قائل چنانه که الله عز وجل میفرماید شرع لكم نگاه کنید شرع لكم من الدين الله سبحانه و تعالی یعنی رسمی قرار داد برای شما از دین ما وصا به همان را که امر فرموده بود نوح را والذی اوحینا الیک و همان را که ما به تو وحی فرستادیم دو کس شدن نوح و تو و ما وصینا به ابراهیم و آن امر را که ما امر فرمودیم به ابراهیم و به موسی و به عیسی مراد از امری که ما فرمودیم چی بود ان اقیم الدین دین قائم دارید و دین چیکار کنید یعنی عمل کنید در دین قائم شوید معنیش که ای اعملوا به علی ما شرع لكم بدین عمل بکنید همون داره که برای شما رسمی است از جانب الله فهمیدید معلوم میشه که انا همون چیزی که رسمی است به همون باید که ما شما دینداری کنیم هر چیزی که غیر رسمی باشه دیگر ما به اون دینداری کردن نمیتوانیم حزب تشکیل کردن گروه بازی کردن اینها غیر رسمی هستند فهمی هم در دین هم در دولت برای مثال برای همون یعنی که عبادت شده نمیتونه ولا تتفرقوا فيه بنابراین در دین شما پراکنده نشوید جداگی نافکنید فاخبر انه وصى بذلك نوح اول الرسل ووصى به محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو آخر الرسل الله سبحانه و تعالی خبر کرد که این را به نوح سفارش داد یعنی امر فرمود اولین رسول است و این را به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز امر فرمود چرا درباره چی رفتی شده است یعنی در دین به رسمش عمل کنید در دین یگون چیزی چه نیست که او غیر رسمی باشه و هو آخر الرسل محمد صلی الله علیه و سلم این آخرین پیغمبران است در قول خود فرمود والذی اوحینا الیک و آن را که ما به تو وحی دادیم و وصى به ابراهیم و موسی و عیسی و سفارش داد نیز به ابراهیم و موسی و به عیسی مجموعاً 5 و هؤلاء الثلاثه هم الباقون من اولو العزم این سه تا باقی مانده اولو العزم ها می باشند یعنی پیغمبرانی صاحب اراده استوار یعنی ارادهشون خیلی مستحکم بردم همین خیلی ابراهیم الخلیل و موسی الکلیم ابراهیمی که الله او را دوست نزدیک اختیار کرد و موسی که او را یعنی که با او صحبت کرد و عیسی پسر مریم که روح الله است و کلمته و سخن الله است که القاها همون سخن را به مریم القا کرد هر دو یعنی داد که کن گفت از مریم عیسی به وجود آمد به پدر فقوله ان اقیم الدین یعنی دین را قائم دارید یعنی لله عز و جل برای خاطر الله عز و جل مراد از قائم داشتن دین چی بود اعملوا به علی ما شرع لكم فهمیدید بدین عمل کنید به همون طرزی که به شما رسمی کرده شده نشان داده شده است ولا تتفرقوا فيه ای لا تختلفوا فيه در دین اختلاف نکنید هذا امر این امر است بان یکون الدین لله دین یعنی الله امر می‌فرماید که دین باید خالص برای الله باشد تجتمع على ذلك الامه امت یعنی که باید که در اطراف همین جمع شدگی باشد فان حصل في ذلك اختلاف گرچه که در جمع شدن اختلاف هم روی دهد فلتكن العودة الى الله ورسوله فيما حصل فيه الاختلاف باید که مراجعت به سوی الله باشد مراجعت به سوی پیغمبری او باشد در کدوم مسئله فيما حصل فيه الاختلاف در اون اختلافی که در دین اگر روی دهد یعنی در دین اگر یکم مسئله یکم مسائلی که شبت اختلاف میشه در وقتی اختلاف باید که مراجعت به سوی الله و به سوی پیغمبر کرده شد نه اینکه مثال گیریم اما چی خودسرانه کار کنند و عندئذ يحل الاختلاف بما امر الله به في قوله در همون حین یعنی که اختلاف حل میشه یعنی مسئله خلاف حل فصل میشه با اون چیزی که الله تعالی به همون امر فرموده است در قول خود میفرماید و ما اختلفتم فيه ای ما تنازعتم فيه در کدام مسئله که نباشه من شیء گفته خب مسئله دینی باشد
ها مسئله دنیوی باشد کدام مسئله که نباشد شما اگر اختلاف و نزاع و کشمکشی ها کرده فحکمه الی الله ای قضاؤه الی الله یعنی حل این مسئله حکم این مسئله الی الله باید باشد فهمیدید با سوی الله باشه. ولی که مشکلی در آن است که امروز با الله مراجعت میکردی کسا نیستن فهمیدید. برای خاطر که با الله مراجعت کنی یعنی که به کتاب الله تو خیلی هم خوشرو شناس باشی آیات دونی حلال دونی حرام دونی ترجمه دونی تفسیر فهمی. نعم و ذلکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب او الله پروردگار من است الله پروردگار من است من به او توکل کردم یعنی تمامی کارم را به او سپاریدم و الیه انیب من به سوی او مراجعت خواهم کرد. و فی قوله ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم اگر مردم چیکار میکنن لو ردوه همون مسئله پرابلمی را یکی یک خبری که میشنوند چیکار میکنن تیز پهنش میکنن که سراسیمه شده اگر همون خبر را چیکار میکردن ردوه الى الرسول بر رسول برمیگردانیدن ای لو سکتونا یعنی خف میشستن هر خبری میشنوندن سکوت میکردن و او را فاش نمیکردن تا آورده به نزد پیغمبر نمیرسوندن و الی اول الامر یعنی به اهل علم آوردن منهم لعلمه الذين يستنبطون انا هوای رو میدونستن فقط کیها کسانی که از وی معنای درستش درک میکنه. استنباط گفته یک چیزه معنای درستش چیکار میکنن خلاصه میکنن. ولقد حض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاجتماع وعدم التفرق پیغمبر علیه السلام یعنی هوسمند کرده است یا که امر فرموده است به جمع شدن و به پراکنده نشدن یعنی امر کرده است که پراکنده نشود جمع شود بل انه قضى على كل اسباب التفرق والاختلاف بلکه او پیغمبر علیه السلام نس کرد قطعیاً تمامی اون کار را آن چیزهایی که باعث پراکندگی و باعث اختلاف میشوند یعنی هر کاری که عاقبتش پراکندگی عاقبتش اختلاف و عاقبتش جداگی می باشد از همون کار پیغمبر علیه السلام قضا یعنی که او را حل فصل کرده است. و من تأمل الاحکام الشرعیه یجد ان الرسول صلی الله علیه و آله وسلم في تشریعاته التي تلقاها من ربه لم يدع سببا من الاسباب التي تؤدي الى الاختلاف الا وحسمه امتثالا لأمر الله حيث يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن تأمل الأحكام الشرعية کسی عندك فکر و ملاحظه کند اندیشه بکند حکمهای شریعت را میبیند که رسول صلی الله علیه و آله و سلم در اون قانونهایی که ویها را گرفته است از پروردگارش یعنی کسی اگر قانونهای اسلام نظر اندازه اون قانونهایی که پیغمبر علیه السلام ویها را اکی گرفت از پروردگارش گرفته کسی اینها را نگاه کند میداند که لم یدع سببا من الاسباب التي تؤدي الى الاختلاف نگذاشته است جای دادگی نیست یگان سبب از سببهایی را که وی چه به اختلاف می آورده باشد تؤدي الى الاختلاف یگان قانون الهی نیست که در اونجا ما ببینیم که همون قانون به اختلاف آورده باشد هر کاری که اگر با اختلاف می آوردنی باشد الا و حسمه همون اختلاف پیغمبر علیه السلام چیکار که از پروردگارش حلش گرفتگی است حسمه او را قطعش کرده برای چی امتثالا لامر الله برای امر الله را اطاعت کرده آنجا که میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا نگاه کنید شما همه یک جای در ریسمان الله چنگ بزنید همه یک جای در ریسمان الله چنگ بزنید مراد از ریسمان الله القرآن و سنت فهمیدید مراد از قرآن چه ریسمان الله قرآن و سنت است همه شما چنگ بزنید ولا تفرقوا پراکنده نشوید لا تأخذكم الفرق این گروه ها اومده شما را یعنی که جدا نکنند وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و راه راست من همین است فاتبعوا از همین راه شما پیروی بکنید ولا تتبعوا السبل براهای گوناگون به حزبهای گوناگون به دستهای گوناگون شما یعنی آواره نشوید یعنی طرق و راهایی که مخالف از جاده شریعت می باشند وگرنه فتفرق بكم عن سبیله شما را از راه اساسی الله گمراه خواهم کرد یعنی از دین الله بی‌رهتون میکنند ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون این سفارش را به شما داده شده است تا شما تقوا بکنید الى غیر ذلك من الآیات
و غیر از این دیگر آیت ها. نه. قوله ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. اکنون شیخ الاسلام با سخنش گفته است که همین آیت هایی را که انیق کشاد روشن آمده است با روشنی اینها را برزیاد میکند اون چیزی را که با در سنت آمده است. فهمیدید؟ من العجب العجاب في ذلك، به طریقی بسیار هم عجیب، از همه عجیب ها هم عجیب تر میگوید آمده است. اقول الادله في السنه، شیخ میفرماید یعنی صاحب تعلیق که الادله في السنه دلیل ها از سنت منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم، از جمله قول پیغمبر علیه الصلاه و السلام میفرماید که نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. نگاه کنید پیغمبر علیه الصلاه و السلام دعا میکنه میگه که الله زیبا قرار دهد، الله نکو حالتش نکو گرداند اون انسان رو که سمع مقالتی، گوش کنید سخنی من شنیده است، فوعاها آن را گرفته است، یعنی سخنی من شنید و چیکار کرد؟ بعد گرفتش او را. وعاها اصلا وعی گفته ظرف میگه و این در درون مغز سرش او را انداختش. و حفظها همون سخنی من از بر کرد و بلغها رفته به دیگران رسوندش. فهمیدید؟ یعنی به گرفت از بر کرد، از یادش کرد و بلغها رفته به دیگرها تبلیغ کرد. اون تبلیغ ها نمیگه، تبلیغ کرد. فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. نگاه کن این جای نازکش در همین جای بسیار بردارنده فقه است که فقه گفته فهمیدن میگونه، بسیار همین خیلی بسیار وقت همین خیلی میشود که بردارنده یک فهمایی برده میرساند به کسی که و با از او را دیده خوشروتر میفهمند. مثلا نگاه کنید همین جنده شما سخنایی که من گفتی سودن به قدر حال شنیدید فهمی سودیدن. پیغمبر صلی الله علیه و آله شما رو میگوید که حامل فقه، یعنی شما باربرداری یعنی بردارنده یک چیزی فقه است، یعنی چیزی فهمو است. هر یک درس فهمو گرفته شدید. اکنون شما برده با همین خیلی شدنش ممکن است که با یک کسی میرسونید که و از من مباشرتا درس نگرفته یا که از شیخ ما مباشرتا درس گرفته نیست، با واسطه شما فقط از شما معلومات گرفته میشود که فهمیدگی آدم برده رسوند به یک کسی که و از برنده را دیده افقه باشد، فهموتر باشد، با او چقانتر و با خشوع میفهمد، حتی از فهمیدن و شما با فایده میبرید. وقتی که شما می حدیث برایش نقل میکنید برای میشه حدیث پیغمبر علیه السلام و با چنین در تحت این سخنها چخن معنی دادها میکنید خودتون لحظت میبره. برای میشه شیخ حسین الله رحمتش چی میفرماد؟ بسیار حالتا میشود که مدرس آخی رساننده است که به سمع طلبه ها. بسیار حالتا میشود که مدرس از سوال جواب طلبه ها بسیار چیزای فایده را از طلبه ها میگیرد. فهمیدید؟ همین حالتا روی میدهد که مثلا یک سوال میپرسد طلبه یک خلاصه گام میزند که در فکر خیال مدرس آمدگی نیست این مثال، لیکن خیلی قریب که کمان. نه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود وصححه الألباني في سلسلة الصحيحة. خلاص این دوام حدیث چی میفرماید؟ ثلاث، یعنی سه خصلت است که به اونها قلب مسلمان فریب نمیخورد. یعنی سه خصلت اگر در کسی باشد به اون معنا لا یغل، غیر خیانت نمیگه، آخه قلب مسلمان خیانت نمیکند. یکم خصلت چی بود است؟ اخلاص کردن عمل را برای خاطر الله، اخلاص العمل لله، یعنی عمل را کدام وقت اخلاص میکنه به خاطر الله انجام داده شود. و مناصحة الائمة المسلمین، نصیحت را به جا آوردن در برابر امام مسلمان ها. فهمیدید؟ یعنی در برابر راهبرها نصیحت به جا آوردن به اون معنا هست که راهبر را همچون راهبر دانستن و امرهای او را طبق نشانداد الله و پیغمبر باشد، یعنی که به جا آوردن مخالف اون برآمدن. هنگامی که مثال گیریم امر به کار معصیت کند، معصیتش یعنی اطاعت نمیکنی لیکن علیه اون خروج نمیکنی.
این نصیحت در برابر اختصارا گفتیم امام مسلمان ها. و لزوم جماعتهم یعنی از جماعه مسلمان ها یعنی که بیرون نشدن، بیره نشدن، به شرطی که مسلمان ها در یک جماعه باشن. با مسابقتی از جمهوریتی یک دنیا این مردم مسلمان هستند در یک فرقه، یک جماعه هستند که از جاده بیرون. فإن الدعوة تحيط من ورائهم یعنی دعوت و ایها را از پسشون چیکار میکند؟ احاطه میکنند. یعنی مراد از این چی هست؟ و ایها سخنشون یک گپه بوده دائم و حمایه کرده میشه. فهمیده؟ سخنشون دعوتشون دائم و احاطه کرده میشه که یگان کس و از راه بیره زدن نمیتونه. یعنی این سه خصلت‌های خوبی هستند که قلب مسلمان فریب نمیخوره. و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم، از جمله قول پیغمبر علیه الصلاة و السلام است. آنجا میفرماید من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد، کسی به نزد شما بیاید که کار شما، دین شما همه جنبسته در اطراف یک نفر باشد. یعنی یک کس بیاد نزد شما که شما واقعا امیر دارید، راهبر دارید، همه تنج متفق هستید در اطراف یک امام، یک راهبری مسلمان، شما همتون چی هستید؟ متفق باشید. یرید ان یشق عصاکم، میخواهد که عصای شما رو بشکند. مراد عصا چیه؟ یعنی که جماعی شما رو ویران کردن میخواد. یک حزب تشکیل میکند که در نتیجه پراکنده حزب تشکیل میکنه که مسلمانان رو با جدا میکنه از راهبر، و او یفرق جماعت، که به این معنی یا جماعی شما رو در پراکندگی میاندازن. فقتلوه گفته است، او رو بکشید گفته است. این امر آمده است زوای جماعت را، این ضرورت جماعت دیده. حتی پیامبر صلی الله علیه و آله میگه او را به قتل رسانید. اخرجه مسلم روایت میکنه من حدیث عرفجه ابن شریح. اکنون اقلا موقعی یعنی که میسوگریم دست به کشتن نمیزنیم که من شما اقلا او رو میسوگریم نصیحت کردن نتونسته، اقلا نصیحت گوش نکنه، او رو یک به اهل علم شناس کنه. منها حدیث افترقت اليهود على 71 فرقه، از جمله دیگر حدیثی که در مورد یهودیان اومده است که فرمود علیه الصلاه و السلام که یعنی که یهودی ها به 71 فرقه پراکنده شدند. و افترقت النصارى على 72 فرقه، این همه تمیز اینا تمیز بود شده دستو به دیگر و وسیع دارن. و نصرانی ها به 72 فرقه جدا شدن. و ستفترق هذه الامه على 73 فرقه، این امت باشه، این امت محمد صلی الله علیه و آله به 73 فرقه تقسیم خواهد شد. كلها في النار الا واحده، همه باعث به دوزخ در آمدن میشوند غیر از یک تا. قالوا و من هي یا رسول الله، همونی که از دوزخ نجات می‌یابند، فرقه نجات یافته کدام است؟ قال هم الذين على مثل ما انا عليه و اصحابي، و یا کسانی هستند که در بالای آن عقیده هستند که من در همان هستم و اصحابی من در همان هستم. اخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. مفهوم؟ الى غير ذلك من الادله، و غیر از این با دیگر چه دلیل ها. قوله ثم صار الامر الى الافتراق في اصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. بعض از اون میگه کار به چی رسید؟ کار به اون رسید و یعنی در اصول دین پراکنده شدن و در فروع دین پراکنده شدن را این گفتن که این علم است، این فقه است گفتن در دین. و صار الاجتماع فی دین، در دین جمع شدن چی شدن نظر بها، این فقط میگه زندق، میگه دیوانه، میگه گفتن. لعل مقصود المؤلف ما حصل بین المسلمین من الافتراق فی اصول الدین. شاید مقصد مؤلف از آن عبارت باشد که اون پراکندگی که بین مسلمان ها روی داده است در اصول دین و در فروع دین. پر افتراق فی اصول الدین، مثلا در اصول دین پراکندگی کدام گروه ها آمدن اصول دین و مایده کرده و ایران کرده فرضاً حصل كثيرا بسبب وقت يعني روی داد من جهمية از جهمية الى اعتزال بمعتزله ها الى قدرية بقدرية ها مثل الى مرجئة بمرجئة الى غير، يعني که امت به همین گروه ها جدا شده رفتن گرفت. و كذلك الافتراق چی میگم ما در مذهب ابو حنیفه ما و در عقیده چی؟ در عقیده چی میگم؟ ماتوریدین، اعوذ بالله. و مذهب فهمیدگی نیست. و كذلك الافتراق في الفروع، همچنین پراکندگی در فروع، یعنی در اصل در فرع. فمن مثلا من حنفیه الى مالکیه الى شافعیه الى حنابلة و ظاهریه،
یعنی که میبینید که ما حنیفه باید به همین حنیفگیش مرد، ما مالکیش میگوید که من مالکی هم و شافعی و حنبلی و ظاهری و باطنی هم خیلی پراکنده شده. و هذا الافتراق في الفقه الاسلامي، این پراکندگی در فقه اسلام میگن لا يعد افتراق، اساسا اینا پراکندگی نامیده نمیشه، بل هو مجال لتنوع الافهام، یعنی که این یک جایی گوناگون بودن فهمه، یعنی ابو حنیفه دیگر فهمیده است و شافعی دیگر فهمیده است و با اون معنا نداره که ما یخ کردگی کرخ شدگی فقط گفت ابو حنیفه رو کنیم بعد دیگه مصطلح نخونیم هیچ چیز دیگه نخونیم. فهمیدید؟ به طورشون اینستیتوت یونیورسیتی‌های اسلامی رو میخونن، علم مصطلح میخونی که آدم حدیث صحیح از ضعیف فرق کردن بمونید، یعنی که دانشکده‌های اسلامی تمام میکنه میبیاید و گفت مختصر بیرون کار نمیکنه. با یک احمقی مشایخ من دیدم در ازهر به همون کتابای مسجوش اومده و این از این زیاد دیگه شرمندگی همه خرج می‌دارن، حجم شرمندگی رو من همه خدیم. احمقی انسانم تمامی اندازه دیدم که طالب علم شده پول و پیسه صرف کرده آمده است همون کتابای مسجوش آورده، چه آورده؟ صرف میر آورده. من باید از صرف میر بیرون برم، صرف میرش آورده که این صرفای ازهر خوند که شافعی نشه گفتن. فهمیده؟ با مبلغ قرائت‌های خودش آورده که دیگه کتابا رو نخوند که ما در دیگه کتابا نگفته باشه الرحمن علی العرش استوى. همون خرداوی سگداوی رو گربه اینجا رفت و اونجا در زید اینجا اومد عباس بازی کرده همینجا مبلغ قرائتش خوند. فهمیدی شده؟ با میگفت که من استادم گفتن که کدوم جای جهان میروی از مذهب نبرو. فهمیدید؟ انا میخوام طالب علم هستم اینا پگه میگردن میرن چی؟ من میگم که یک دیگه نفرش گفتم که آخ برادر آخه همونجا که به همون کتابا اومده باشی همین کتابا رو در همونج درس میداد دیگه همه قدر ردوای آدم‌ها هستن که یعنی مردم قطاره هستن که مختصرت هم درس میتید و چهار کتاب هم بعد چیگه اومدی نامی همه رو بدنام کرده امروز از کسفتی شما ورین احمقا هم میخوندگارم امروز به گشت وطن امر خیره شده است. فهمیدی؟ اونا عدد به حد زیاد کردن اکسفتی بیان امروز الحمدلله مانند کف و یا همش نیست شدن رفتن یک نداقتی همش نیست شد یک شمال کتی همش خوش شدن انا با الحمدلله چی موندگیش مونده آبی اساسی اکل اتکی کف پیدا شده است که با ایناش هم دوام دهنده باشه. نه خب وقتی رفع فی المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، یعنی اینا اختلاف کردن امام ها اختلاف در مسائل های اختلاف کردن که یسوغ به معنی یجوز جایز است در باب اجتهاد کردن وليس هذا بعیب، این جای عیبش نیست ولا نقص، این یگون کمبود نقصان نیست ولكن العیب والنقص هو ترك الدلیل لقول الامام. عیب در چیه میگه؟ پرابلم در چیه؟ یعنی اجتهاد کرده ابو حنیفه این عیب نیست. اجتهاد کرده امام یوسف شاگردش، امام محمد شاگرد ابو حنیفه اجتهاد کردنشون یعنی که عیب نیست. مومن اجتهاد شافعی مالکی و حنبلی عیب نیست. عیب در چیه؟ عیب نسبت همون انسان هستی که و برای سخن امام شده دلیل ترک میده، دلیل میبرش که انا دلیل اومده میگه بعد امام اصلا این دلیل نمیدونست آخر میدونست میگفت یکم این گپ ببینید میگه که ویا یعنی عالم و علامه بودن و حیران بشه خوندن این مصطلح خوانی این چی معنا داره حدیث ضعیف صحیحش گفته قبول کرده. هذا هو الذي يذم صاحبه ويلام. انا من طور خصلت داشتگی کسا صاحبش چی تنقید کرده میشه و یلام ملامت کرده میشه. ولعل المؤلف رحمه الله قصد الى هذا الاختلاف، شاید که مؤلف شیخ الاسلام به همین اختلاف چی قصد و نیت کرده باشد. و ان كثيرا من اهل زمنه قد ذهبوا الى ان من ترك هذه المذاهب وأخذ بالدليل اتهموه بما وصف المؤلف من الجنون والزندقة. نگاه کنید چی میگه. بسیاری از اهل دور زمانی همین شیخ الاسلام انسان‌های به اون عقیده بودن که کسی این مذهبای چهارگانه را ابو حنیفه که برات دیگه مذهب داره، الشافعی دیگه برات و اخذ بالدلیل برآمده یعنی که میشه چیکار دلیل یعنی که دلیل حنفی بوده دلیل موافق با شافعی اومده است یا که دلیل به گفته چه امام احمد طغری میشه. اگر کسی که همین این
از سخن امامش پرتوفته با دلیل عمل میکرد او تهمتش میکردن اون به همون وصفی که مؤلف گفت در اینجا که دیوانش میگفتن زندیقش میگفتن اشکالی که امروز گفتن که این یعنی جاسوسی که امریکایی جاسوسی اینجا جاسوسی اونجا فهمیده دو میگفت که یعنی که میگفت که سعود امروز میگفت که باید که معقیدی ما بیران شده سبحان از سعود از کشور سعودی از کعبه از مکه از مدینه اسلام اومد به نزد ما اینا میخوان که نباید که ما کوشش کنیم که از آسیای میانه باید که اسلام به سعودی رو والله عیبی این شرمندگی و زندقه قال في القاموس قلت تذكير زندقه الزنديق بالكسر زنديق زندق زنديق من الثانويه أو القائل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية ومن يبطن الكفر ويظهر الإيمان يعني كسر أو من يؤمن أما آخرون يعني الزندق گفتم كسر میگه کفر در باطنش روش میکنه و در بیرون نشون میده همین زندیقش میگفتن یا که بت پرست هم میگفتن یا که کسی که مثلا میگیم باور داره به نور و ظلمت یعنی که خدای به دو خدای روز و خدای تاریکی یا که مثال گیریم به آخرت ایمان نمیبیارد که به ربوبیت ایمان هر معنا مدست مهم هي عدم الاکتراث بالدین هي در اینجا اکو به معنی اکو یعنی که نسبت دین غمخوار نبودن هي یعنی زندقه این نسبت دین غمخواری دلسوزی نکردن است و عدم المبالات به بی‌پروایی کردن است به دین والعیاذ بالله الله پناه دهد و بالله التوفیق از الله میپرسیم مسئله توفیق و کوشش را خواهانه و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم